ای مسلمانان، شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه برای قمار فقط آلودگی و پلیدی است که از کار شیطان است. بنابراین از آلوده شدن به آن دوری کنید، باشد که به خواسته های دنیا و آخرت خود دست یابید. شیطان می‌خواهد با شراب و قمار فقط میان ما دشمنی و تنفر بیندازد و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد. آیا دست بر می دارید؟ از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و از نافرمانی بترسید. اگر پشت کنید بدانید که وظیفه پیامبر ما صرفاً رساندن پیام به طور کامل است. کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند در آنچه پیشتر از شراب و سود قمار خورده بودند گناهی نوشته شده ندارند، به این شرط که خود را از خشم خدا حفظ کنند و به دین الهی ایمان آورند و کارهای شایسته انجام دهند.